میدونین یه حکومت کی واقعا تموم میشه؟ نه وقتی که پولش تموم میشه یا حتی وقتی که بهش حمله کنن. یه حکومت وقتی تموم میشه که دیگه نتونه به مردمش امید بفروشه. حکومت ها مثل بازاری ها، مثل مغازداران، جنس اصلیشون آینده است. تا وقتی بتونن بهت قول بدن که فردا بهتر میشه یا صبر کن تا به فلان نقطه برسیم، تو رو تو صف نگه میدارن. ما به خاطر همون فردا سختی امروز رو تحمل میکنیم. اما مشکل از جایی شروع میشه که ویترین آینده خالی بشه. وقتی دیگه نه بهشتی برای وعده دادن هست، نه نونی برای سفره و نه حتی یک ثبات ساده، معامله به هم میخوره. اونجاست که ترس فرو میریزه. چرا؟ چون آدم از چیزی میترسه که ممکنه در آینده از دست بده. وقتی آینده ای نباشه ترسی هم نیست. و وقتی مردم نترسن دیگه نمیشه بهشون دستوری داد یا تقاضایی کرد. سقوط یعنی همین. یعنی دیگه هیچ کس روی فردای این سیستم یا هر سیستمی حساب نمیکنه. و حکومتی که نتونه برای جوانهاش حداقل تصویر حداقل 2 سال بعد رو بسازه، همین الانش هم افتاده است و صدای زمین خوردنش کاملا ملموسه. همین.